سلام دوستان نازنین، امید که جور و صحتمند باشیم. و باز دوباره برگشتم به سلسله برنامه هایی که قبلا با هم داشتیم. خواستم امروز دوباره برای شما برنامه جور کنم و به پخش برسونم که برنامه ما شما عقب نفته که به او خاطر امروز قراره که برای شما یک خبر خوش بدم. یکی از چیزهایی که قرار بود ما داخل برنامه های اختصاصی یا کورس های اختصاصی برای شما درس بدیم، میخوایم داخل یوتیوب همیشه برنامه جور کنم راجبی و تا ای که خلاص باشه. دوستان نازنین، اولین درسی که شما راجب ترید یا هم سرمایه گذاری میخواد بفهمیم اینه که اصلا پرایس اکشن چی هست. چرا مثلا یک کندل یا یک چارت حرکت میکنه، ما اون به نام پرایس اکشن میگیم. دوستا پرایس اکشن زمانی وجود میاد که فروشنده یا خریدار در مارکت وجود داشته باشه. حالا مهم نیست که او چقدر خرید و فروش میکنه، مهم نیست که خریدار وجود داشته باشه. و شما در پرایس اکشن اگر خواسته باشیم در بازار درست کار کنیم، نیاز به یک استراتژی داریم. یک استراتژی که شما همیشه او رو تعقیب کنیم، نه ای که عوض کنیم. من میخوایم امروز یکی از نکات رو بگم که خیلی از دوستا میگن که افراد مختلفی وجود دارن که پرایس اکشن رو به طریقه های مختلفی درس میدن. بله، من این چیزی قبول دارم، چون هر شخص دیدگاه و تجربه خود از پرایس اکشن شاید برای شما درس بده یا به شما ویدیو بسازه. یک چیز خیلی طبیعیه، ولی هر شخص باید یک استراتژی داشته باشه تا بتونه در پرایس اکشن مارکت ترید کنه یا یک موقعیت خوب برای خرید و فروش خوب پیدا کنه. دوستا، شما نباید هیچ وقت اما استراتژی که جور میکنیم عوض کنیم، اما در استراتژی نکات وجود داره که شما باید اون همیشه اصلاح بسازیم. فرق عوض کردن استراتژی تا اصلاح کردن نکات استراتژی خیلیه، چون اکثریت افراد اشتباه برداشت میکنن، میگن ای که ما همیشه باید استراتژی عوض کنیم. دوستا، هیچ کس یا هیچ فردی به دنیا وجود نداره که بگه من یک استراتژی دارم که همیشه کار میکنه. شاید استراتژی 90% کار کنه، اما استراتژی همیشه یک چیزه، همیشه هم به یک حالت میمونه، اما فقط نکات استراتژی عوض میشه. چرا؟ چون امکان داره یک فرد که همیشه ترید میکنه همون روزی که بازار خیلی خوب بوده باشه و نبوده باشه، مثلا پیش کامپیوتر خود ترید نکرده باشه و وقتی فرض کنیم بازار به کف بوده رسیده به سقف و وقتی او آدم شروع میخواد بکنه به ترید، بازار از سقف میخواد پس بیه به کف، یعنی برگشت کنه. شما نمیتونیم او استراتژی که قرار بازار از پایین بره به بالا، این از که از بالا بیه به پایین استفاده کنید. چرا؟ چون نکات او منطقه فرق میکنه، یعنی باید شما تغییر ایجاد کنیم. با کجا داخل بازار شیم، چی نکات رو باید مد نظر بگیریم که استراتژی ما کار کنه. بازم میگم نکات استراتژی رو باید تغییر بدیم، نه استراتژی. چون هیچ فرد داخل بازار بدون استراتژی و نکات مهم یک بازار نمیتونه ترید کنه و نمیتونه یک فرد موفق باشه. این چیزی است که مثلا نمیگم شاید هزاران نفر که در همین عرصه کار میکنه یا خرید و فروش میکنه برای شما همین چیز بگه. و اینم به شما بگم که دوستا، قراره که برنامه های پرایس اکشن ما زیاد بشه، چون پرایس اکشن ساده نیست. انشالله در برنامه های آینده که من بخیر برای شما پرایس اکشن به صورت حرفه‌ای درس بدم یا نشان بدم، میبینیم که پرایس اکشن خیلی خیلی آسان هم نیست و خیلی خیلی سخت هم نیست. فقط شما باید خیلی نکات ریز رو مد نظر بگیریم تا بتونیم در بازار یک فرد موفق باشیم. به همون خاطر قراره که پرایس اکشن برنامه های و پشت سر هم ساخته بشه و انشالله پسترهای من داخل اینستاگرام پست میکنم با لینک تا ای که شما برنامه ها رو از دست ندیم. امروز فقط خواستم برای شما بگم که
پرایس اکشن قرار داخل یوتیوب به شما درس بدم، یعنی چند ویدیو بسازم که متوجه بشین اصلا امی پرایس اکشن چی هست، چه قسم کار میکنه، اصلا شما میتونیم چه قسم یک استراتژی داخل بازار به خوب بسازیم تا ای که برای شما کار بده. به او دلیل قراره که بعد از اینکه ایندیکاتورها رو برای شما درس دادم و نشان دادم در بازار فیوچر، میخوایم پرایس اکشن درس بدم، چون این درس دوم یک فردی که میخواد در بازار ترید بکنه. به او خاطر من زیاد وقت ناظرین شما نمیگیرم، فقط خواستم این ویدیو رو برای شما بسازم و نشه برسانم که مطلع باشیم. قراره که برنامه های آینده به راجع به پرایس اکشن باشه و انشالله هر برنامه که ساخته شد، قسمی که گفتم پوسترهای داخل اینستاگرام میگذارم تا ای که شما هیچ برنامه از دست ندید. شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپارم. بدرود.